حالتی خیلی تاریخی. باری چهارم است که ورزشگری ما به میدان دعوت می‌گردد. در یک دورازات بود دو غلبه دارد و اکنون سبقت نوبتی او را امیدواریم که خوب انجام یابد. حریف او از آلمان 22 سال دارد. اکنون برای ورزشگری ما حرکتش اینجا همانده که شروع کرد و خوب باید انجام یابد. نه این لحظه ها باید که نباشد. بسیار در موردی که خواست اما ایستادگری کرد برای خوب احساس کرد که اونقدر عملی شایان هم نیست در این جریانش، مبادا به اشتباه راه ندهد. زود خودداری کرد از این حالت. یعنی خواجه‌زاده به فکرم تیار است برای دلخواه رقابت میدان امروزه. بله مناسبی که بود خیلی خوب برقرار شده است. فکر میکنم که باز هنرنمایی خوبش رو ما خواهیم دید. بله اصول باید اجرا کردن در کن در همین حالت که کمیکات در دست خودت است. حریفش یک طرف بله حریفش همون طرفی که خواجه‌زاده به فکرم با خواجه‌زاده اونقدر مقبول است همون سمت انتخاب کرده است. بله بیروز هر دو طرف گوشین خوب میگیرد. بله از هر دو جانب میتواند مطلب خود رو عملی سازد. چون که کم فاول است ورزشگر آلمان. طرفی راست رو اختیار میکند از گریبان داشتن. باز هم حالتی خیلی باید نزدیک نماند همون حریفه. یعنی از نتیجه گیری سبقت های قبلی هم اندکی خلاصه گیری کرده است فکر میکنم. بله که سرمربی منتخب جودوی کشور محمد مراد عبدالرحمنوف هم در همون لحظه در همون توصیه میدهد که بله این حالت ها خیلی هم باید خوب پس سر شوند. خواجه‌زاده پیشرفت است، همیشه در حرکت است ولی حریفش کوشش کرده ایستاده است که اصول اجرا کنه. اما قوه جسمانی حریفش هم بسیار فرق کننده است. بله بسیار هم فرق کننده. یعنی هر چقدر که حرکت میکند حتی از جایش نمیجنبد. بله این یک جهت فیزیکی خیلی استوارتر است. ولی خواجه‌زاده پیشرفت است در فکر من، چون که عملهایش خیلی خوب به نظر میرسد. بله دیگر راه رو باید جویا باشد. توپ زیبا ولی تا خیر همون اصول کمیکات را از دست داد. خوب شروع کرد و گفتیم در مورد نزدیک باید نشود. نزدیک چسبیدن در کار نیست، یعنی در اون رقابت چون که از جهت فیزیکی و با قوت است. بسیار علاقه عیان است. ببینید اما اصول خود باید اجرا کند و تمام. نزدیک باید فریبش دهد. بله. همون ترتیبی که خود از ما بهتر میدونه و به هر نوع اینجا همون لحظه‌ای که خیلی جالبتر هم باید که سمت حرکت رو کاملا دیگر کند در وقتی ضروری. در یک فرصت در یک فاصله خیلی کوتاه که البته حریف علاقه از این آگاهی نیابد. در آن صورت میتواند که خواجه‌زاده امتیاز به دست آورد. نزدیک شدن بسیار خطر هم دارد. بله به خاطری ولی همون اصولای توش یعنی پشت نه نگون چی نیست. مبارزه هر دو ادامه می‌یابد. الان اندکی یک آگاهی بود برای نماینده آلمان. این معنای آن را ندارد که اکنون خواجه‌زاده هم باید بی‌طرف باشد. وقت هرچند که زود سپری می شود باز همانقدر راه‌های دیگر را باید جستجو کرد. امیدهای ثمره بخش را هر دو دشید
بله گوشتی نگرفته گوشتی نیست حاضر عریفشون کوشش میکنند که اصول اجرا کنند چون که در خطر است چون که دوشیدو گرفت بله. الکی یک خلاصه خوجازاده گرفت باید کار کنند کار حرکت و اصول تکنیکی را باید اجرا کنند بله باز همون برد باز هم دوباره به همین سمت توجه کنند بله پای در پای هر قدر که عمل بیشتر باشد همون قدر باز زمینه اشتباه حریف و وجود می آید و این هم مد نظری داور است بله پای در پای همون حرکت های تکنیکی را اجرا کردن و سزاوار با این ترتیب نمی شود بسیار هم گفتیم درباره باز یک حرکت دیگر باز بله همین طور چون که ممکن شیدو سیوم با حریفشون میتونیم چون که حریفشون چقدر قوی است بله از جهت فیزیکی بسیار با با قوت است اما همون برخورداری تکنیکی ضروری گوشتین جدا با این پهلوان میرسد وگرنه در این حالت ها باید بسیار کارهای خوب و مقصدناک رو هم استفاده کنند و اکنون ادامه ما هم به همون خاتمه وقتی اساسی نزدیک می شویم باید شیدوی سیم گیره در ریخشون چون که خوجازاده باید فهمد که حرکت کنه بله در صورتی بله باز هم دوباره فشار آوردن خوجازاده می تواند که اون به خطاگی را دهد این حرکت هم نشد ببینید که چگونه باز پرتو ولی این به نظر میگیره مته شد اینجا منتظر شد داور همین لحظه را باز هم از مرکز میدان یک حرکت دیگر اگر شود به حریفشون شیدو میتن چون که خوجازاده پیشرفت است دست و این مراتبه هم که ببینید شیدوی سیم میدهد یا نمیدهد داور میدهد چون که پای در پای حرکت های خوجازاده بودن شید و خمسا کمکی بله تشکر به دوستان عزیز این لحظه جالب و غرایب هم به ما نصیب شد خوجازاده بهروز از رقابت های دوری 8 یک نهایی بعد 4 یک نهایی برآمد و با هاشیموتو برای از زیرگروه برآمدن رقابت میکنه